کدومیه که بلیط‌های ارزان در کره معلومات با واتساپ اوکس شهناز زنگ زنید بلیط‌های ارزان و باورینا کن بیا زنه بدرو کار نمیکنی دیدی چخش پاکلوف کردیم لزبرمان لزب یگان جای خطابیش نمیوه بیا اینجا بخواب آخه چی دم اینا بخواب مخی او بخواب جمع چاکنه متر کوادراتش برونیم یک هفتهش برو گفته زن که برای نیست که چی کنه کوادراتش برونیم بیان پول دارم تو برای پری زندگی توشیم تانچی در کم زندگی بسو برا اولی بیشتر آخه بیش مرده بیش همینو دوی چیل سرشن دوی چیل اولی بیش دوی چیل چون میخواد باید دوی چیل با بالای جمعونی چند میشن چهار در بالای جمعونی اطلاع فهمه اگه جا میفهم چیز کنوستو گیره مرده گوش که مرد در خونه هیچی نیست که انصاف داری یا خب که هیچی نیست دوی چهار دوی بالای جمعونی چند که 6 کوادرات میشه این خدا برو همه 6 پاکلوف کردم نخوش 6 کوادرات شما بخواب اوترم آخه من نفهمم این کاری اوستاگیره من این طرف روی میکنه این طرف روی میکنه خم ایش بود دو سه برومان ساتش کن اوفه ای تا ای قدر همه سپورا که مرده؟ مرده اولی جا بیو چیه؟ اینه معلم ایکو معلم ماتماتیک ایکو تو نفهمی من نفهم اینه معلم میفهمه اینم را فیروت که به این سوکتوب کنه کمالی؟ نه سلام علیکم معلم جون نازن سوزن رحمت سوزن سلامتیتون خوبه تینجین بخشش هیا همه بولو میروم دن یا چیری میپرسیدم بخشش دن مالش اینا معلم گفته معلم میره یا چند چوک مکنه ای سوکتو کرمت یا اونا میرم پل میگیرم ایده به زیدگی با میشه فهمیدی؟ تکه هستی خرخر کرده ایش نیست بای نیست اول ما معلم انا میدیدم کو اول حساب کدر میگرفتی اولی خیر رحمت کی میدی؟ چیگه پیش شوگیری ازی تینجی سلامتی خوبه سلام علیکم علیکم السلام نازی استاد یاگه نازی استاد تینجی سلامتی بخشی یکی شما رو غم دادیم نه هیچ غم نه اوکی من لخون شدم شش میتاج گفتی بیو چیگه با تینجی راست دیگه استاد همین خونه رو همیش پاکلوف کنم همین خیالختی انقدر ایسوکتو کردیم راست دیگه نمیفهم که چند کوادرات میرویم همیش پاکلوف کردگی راست دیگه باقی شما آدمی خواندگی اهل فهم با ماتماتیک رو خوب میدونید همه رو گفتم همین متر میگیرید یا نه کوادرات میدید چند کوادرات میروم در کار نیست متر لازم نیست شوگیری عزیز اینجا انا همگی همیش پاکلوف که کردگی تو 83 کوادرات میبروید وو 83 کوادرات میبروید استاد شما چه نوکره کجا میدونید که 83 کوادرات میروید ایش پاکلوف که کردگی من کجا میدونم هی شوگیری گرم همیش پاکلوف که کتی کرده ای همیرش کتوشم من کردگیم تو حاضرم حلچه دودگی نیستم کامل جان میگم همین هفته آخر این خنکی اومد این تومان این خنکی این برف باور کن یا همین خنکی رو یخچالک میبنده عجایب گام میزنی کامل جان با داره خنکی آدم تست گشته میمونه البته تست گشته خیلی فصل شد میزنم برف میزنه همین خیلی چیکار کنیم دیگه نه کامل جان میگم که چی همینجوری هم اینو بستی تینجه هم پویند چه کنم خونه من میرم یا نونی گرم میارم نونی گرم میخریم گرم میشه بیای عجایب گام میزنی سعید جون ولی خونه ما میریم یانگه تا میگیم یا نونی گم دارم دیگدون اکو چاکدون انا مدام میپازم میخریم انا روحت نونی چاکدونی را ببین با ما بگو چه خیال بده رفتیم با نون میپزم با چه خیال میپازه رفتیم خیر باشه ای تخار آمدم کلاب میرم جانم کتیار آمدم بیار میرم جانم کتیار آمدم
صورتی یار آمدم دستا بگرد لالا بجنجور آمدم بیمار میرم لالا لا 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 چو سراسی من رفتیسی میرم اینجا میرم پیشینی مکی میرم یک پچه پرتو من مهمون آوردم خونم مهمون اینا سعدی جان آوردم ها دارم مرحمت سعدی جان مرحمت خوش اومدید خوش اومدید مرحمت حالا که گوش که من زنک در رفته خمیر میکنی یه خاک ورده که خمیر میکنی یعنی اونی گرم میپزی ما سعدی جان قدی میخریم اکر یک قدم در بیرون بالاتر میشی بالاتر خمیر که میگم زنک جان یعنی اونی گرم بپز کلی سعدی بخریم مخی یک قدم بیرون در گوش که مردک ایزانا میکشی در خونه یک گرد آر نیسته یا تو مرا میگی که خمیر کن اونی گرم پس ما بخرم در خونه آر نیست؟ نه خیلی آر که نباشه فتیر بپز